حال بعد آسان گوش کنن. وقتی که به صف تلاشی رفتم میفهمیدم که مرا تلاشی میکنه. این کار عادی است و به عادت کردم. بارها در کشورهای غربی مرا تلاشی کردن. وقتی اونا یک از چمدانهای مرا باز کردن، دیویدی تروریسم و جهاد با یک پیستل که بالا اون بود دیدن. بالای پشت دیویدی در تروریسم و جهاد و تصور اسلامی نوشته بود. پس مسئول تلاشی از من سوال کرد: آیا به جهاد اعتقاد داری؟ گفتم بله، من به جهاد باور دارم. حضرت عیسی علیه السلام به جهاد عقیده دارد. او گفته است که کوشش و تلاش کنن. حتی من کوشش و تلاش میکنم. نه آقا به جنگ اعتقاد داری؟ گفتم حضرت عیسی علیه السلام گفته که شما باید بجنگید. اگر شما انجیل در پیمان قدیم بخونین در کتاب اگزودوس چپتر 22 آیه 18 الی 20 او میگه شما باید بجنگن. در کتاب اگزودوس چپتر 32 آیه 27 الی 28. در کتاب شماره ها چپتر 31 از آیه 1 الی 18. در انجیل لیوک چپتر شماره 19 آیه 27. در انجیل لیوک چپتر شماره 22 آیه 36 حضرت عیسی علیه السلام گفته شمشیر بگیرین و بجنگن. پس حضرت عیسی گفته که شما باید بجنگن، نه به خاطر دفاع از خود می باشه. حتی من میگم به خاطر دفاع از خود بجنگن. آقا من میتونم یک سوال دیگه از شما بپرسم؟ تمام مسئولین صداقت در یک جمع کلان تمام مسئولین مشتریای دیگر را رها کردن و نزد ما آمدن. آقا ما میتونم یک سوال دیگه بپرسم؟ در 2003 بعد از 11 سپتامبر ما با میزبان خود زنگ زدم که نگران نباشند در جمع مصروف دعوت شدم. میزبانم نگران شده بود که چرا ذاکر بیش از 1.5 ساعت بیرون نمیآید. وقتی از انجیل نقل قول کردم اونا گفتن آقا یک سوال دیگه از شما پرسیدم میتونم؟ اونا خوشحال بودن. حداقل باور اشتباه از ذهن مسئولان تلاشی و ذهن مسئولان مسافرت میدان هوایی آمریکا پاک کردم. هیچ مشکلی نیست. در لندن بودم. بارها در لندن رفتم. در سال 2009 در آن زمان مسئول مبارزه علیه تروریسم چارلز فار بود. در لندن چارلز فار بود. یک مرد به خاطر گپ زدن با ما در سال 2009 از طرف ریاست اونا آمده بود. ما بارها در لندن رفتم و او برم گفت ذاکر برادر ما یک تحقیق انجام داده. اینجا شبکه تلویزیونی پیس شما پاکترین شبکه اسلامی نه تنها در لندن بلکه در تمام دنیاست. و ما در تحقیقات خود دریافتیم که دکتر ذاکر نایک بیشترین طرفدار در بین سخنران مسلمان نه تنها در لندن بلکه در تمام دنیا دارد. گفتم خب برای شما چی؟ کدام میتونم؟ گفت که ما میخوایم به شما کمک کنیم. گفتم چه قسم؟ گفتن با مسلمانایی که ما رسیدن نمیتونیم شما رسیده میتونین. شیوه گپ زدن شما عالی است. آیا شما دولت لندن کمک کرده میتونین؟ گفتم بله، اما تحت 2 شرایط. ما آمده هستم تا شما را کمک کنم، اما تحت 2 شرایط. شرط اول شما از ما کاری را نخواین که خلاف قرآن مجید و خلاف گفتای معتبر حضرت محمد صلی الله باشه. این شرط اول است. شرط دوم ما از شما حمایت مالی نمیخوایم. 1 روپیه از شما تقاضا نمیکنیم. به خاطر که اونا گفتن ما به تو پول میتیم. اگه ما را کمک کنن به تو پول میتیم. گفتم از شما پول نمیخوایم. اگه مسلمانا در لندن زندگی میکنن، مسلمانای زیادی در لندن هستن. ما کسی هستم که در اینجا خارج از لندن آمدم. پس این وظیفه من است که دولت را به خاطر مسلمانا کمک کنم. پس چرا ما پول بگیرم؟ گفتم از شما 1 روپیه پول نمیگیرم. در آن زمان گروه لیبر سر قدرت بود. در 2010 وقتی خواستم لندن برم و سخنرانی کنم 5 سال ویزای قانونی لندن نداشتم. ما چندین بار رفتم. وقتی قرار شد حکومت جدید بر عرصه قدرت بشینه، کمتر از 1 ماه مانده بود که حکومت تبدیل شود. ما در بین مردم که تعدادشان به مراتب بیشتر از اینجا بود سخنرانی داشتم. در ومبلی و در شفیل، در ایرنیا. و وقتی حکومت جدید سر قدرت شد ویزای مرا لغو کردن. چرا؟ ذاکر تروریست تربیه میکنه. 1 سال پیش از چارلز فار مسئول مبارزه علیه تروریسم با حکومت مخالفت کرد که شما مانع شخص شدن نمیتونن. این کار خوبی میکنه. اونا نشان ندادن. میخواستن جدی بگیرن. گروه جدید محافظه‌کار میخواست نشان بده که در مقابل مسلمان‌ها جدی هستن. پس اولین مسلمان بودم که بعد از حاکم شدن اونا با کجرفتاری مواجه شدم. چرا؟ به خاطر بعضی از گفته‌هایم. یک بیان خود به طور مثال میگم. در سخنرانی خود گفتم که در حادثه 11 سپتامبر در انفجار برج‌های دوگانه هزاران نفر کشته شد. من این عملا محکوم میکنم.
هزاران آمریکایی در حادثه 11 سپتامبر کشته شدند. ما ای را محکوم میکنم بیش از 50 نفر به اثر انفجار در لندن کشته شدند. ما ای را محکوم میکنم بیش از 180 نفر در انفجارهای سلسله‌ای در بمبئی کشته شدند. ما ای را محکوم میکنم اما به مسلمانان گفتم نقطه پایان نمانند. همچنان ما کشته را هزاران نفر بیگانه که در افغانستان کشته شدند، در عراق کشته شدند، در فلسطین کشته شدند محکوم میکنم. پس چرا اشتباه میگن؟ من بسیار محتاط هستم. گفتم هزاران بیگناه در افغانستان کشته شده. وقتی گفتم هزاران نفر در امریکا کشته شده کلمه بیگناه را استفاده نکردم. وقتی گفتم بیش از 50 نفر در لندن کشته شدن کلمه بیگناه را استفاده نکردم. وقتی گفتم بیش از 180 نفر در بمبئی کشته شدن کلمه بیگناه را استفاده نکردم. اما وقتی برای مسلمانان استفاده کردم خاص بود. ما کشته شدن هزاران بیگناه را در افغانستان کشته شدن، در عراق کشته شدن، در فلسطین به همین خاطر لغو کردن. ما براتون میگم اونا چطور خارج از گفتهای من نقل قول میکنن. پس رسانه ای قسم بازی میکنن. وقتی به هندوستان میرم ما از هندوستان هستم، باز همین حین استراتژی را به کار میگیرم. حین استراتژی، اما کلمات من متفاوت هستند. وقتی با هندوها گپ میزنم میگوین قرآن بسیار زیاد درباره خشونت گپ میزنه. میگم آیا مهابارات شما درباره خشونت گپ نمیزنه؟ اگر مهابارات را بخوانند کتاب مقدس هندو است، در اونجا کلمه جنگ چندین بار بیشتر از قرآن ذکر شده. میگن نه خیر ذاکر برادر، منظور آن جنگ بین خوب و بد است. آن جنگ میان شیطان و خوبی است. میگم حین جنگ در قرآن بین شیطان و خوبی ها میباشه. باز میگن و یکی از معروف ترین کتاب ها بین هندوها بگواد گیتا میباشه. اگر بگواد گیتا را بخوانند، بگواد گیتا چپتر شماره 1 آیه 43 الی 46. بگواد گیتا یک نصیحت شرعی کریشن است که در جریان جنگ داده شده. داستان مهابارات درباره جنگ دو گروه از مردم میباشد. جنگ 1000 کاکاساده به نام کورواس با 5 پاندواس. و بگواد گیتا 18 چپتر مهابارات است. نصیحتی که توسط خدا یعنی شرع کریشن به آرجون داده شده، کسی که قوی‌ترین مبارز میان پاندواس یا میان 5 برادر بوده. در بگواد گیتا چپتر شماره 1 از آیه 43 تا 46 ارجون در جریان جنگ اسلحه خود به زمین میمانه و میگه با جای جنگ کردن با کاکازاده های خود ترجیح میتونم بدون اسلحه کشته شوم. و اسلحه خود به زمین میمانه و میگه با جای جنگ کردن با کاکازاده های خود ترجیح میتونم تا بدون اسلحه کشته شوم. چند آیه بعد از آن بگواد گیتا چپتر شماره 2 از آیه 2 الی 3 شری کریشن فرمان روا و خدای هندوها به ارجون میگه او ارجون چطور با این اندازه ناتوان بوده میتونی؟ تو یک شستریا هستی. جنگ کردن وظیفه شستریا است. شستریا در میدان هندو به معنای مبارز. ادامه داره. بگواد گیتا چپتر شماره 2 از آیه 31 الی 32 شستریای خوشبخت کسانی هستند که شمشیر بردارن و بجنگن. اگه بجنگن انعام به دست میارن. و یک حدیث عادی را به خاطر تغییر کردن مسلمانا استفاده میکنن که اگر در جهاد برن و اگر کشته شون با بهشت میرن. شما با بهشت میرن. چیزی را که اونا نقل میکنن حدیث معتبر حضرت محمد صلی الله در صحیح بخاری جلد شماره 4 حدیث شماره 46 میباشه. مجاهد کسیه که کوشش کنه و فقط الله میفهمه که کی در راه او کوشش میکنه. این مثل است که شخص ادامه دار روزه میگیره و عبادت میکنه و اگر مجاهد در جریان جنگ کشته شوه به بهشت میره و اگر زنده برگشت صاحب غنیمت جنگی میشه. حالا این حدیث رسانه‌ها به خاطر حمله بالای اسلام استفاده میکنن. مجاهد کسی است که کوشش کنه و فقط خدا میفهمه که کی در راه او کوشش میکنه. اگر کشته شون به بهشت میرن. اگر شما بگواد گیتا را بخوانن، بگواد گیتا چپتر شماره 2 آیه 37 میگه شری کریشن خدای توانای هندوها به ارجون میگه تو یک مبارز هستی. اگر در جنگ کشته شوی به سورن میری. سورن بهشت میگن. و اگر زنده برگشتن غنایم جنگ را دریافت میکنن. دقیقا همیره پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری جلد 4 آیه 46 گفته. همچنان در بگواد گیتا چپتر شماره 2 آیه 37 بیان شده. اما اکثریت هندوها ایران نمیدانن. این یعنی شما به خاطر حقیقت میجنگین که خلاف شیطان است. اگر میخواین که شیطان برانن و صلح برپا کنن، وقت جنگ کردن به خاطر صلح اگر کشته شون به بهشت میرن.
پس بسیار دین خوبی است. پس قرآن چی میگه؟ وقتی به خاطر صلح میجنگی علیه بی‌عدالتی، که این را حدیث نیز بیان میکند، اگر علیه خشونت، علیه ظلم میجنگن و صلح هم میخواین، تا زمان برپا شدن صلح در اکثر کشورها وقتی یک پلیس به خاطر کشور خود میجنگه و کسی را میکشه، سلامی و تفنگ از آن خود میکنه. درست است. اگر کسی در نظام کار کنه و کشته شوه، چه اتفاقی میفته؟ بیرق بالای جسدش میمانن و سلامی تفنگ میدهن. پس ما باید بگم چه قسم مردم هستن. با آن که با تفنگ میجنگن، باز هم مورد تشویق قرار میگیرن. این خارج از متن است. این نظامیانی که به خاطر صلح جنگ میکنن، اگر در جریان جنگ کشته شوند، حکومت به اونا درجه میده. همه چیز الله در قرآن میگه. همین مردم که به خاطر صلح میجنگن علیه دشمنان، علیه مردمانی که ستمگر هستند، مردمانی که تجاوز میکنن، اگر اینها بمیرن پاداش میگیرن. پس اشتباهی در این کار چیست؟ شما چرا تصاویر نادرست برای آیه قرآن و برای حدیث میسازن؟ ما با هندوهایش مشکل ندارم. اونا مرا درک میکنن به خاطر که من از کتابای خودشان برای فهماندنشان دلیل میارم. وقتی گپ میزنم با عیسویایش مشکل ندارم. من فقط با سیاستمدارا مشکل دارم. سیاستمدارا؟ اگر سخنرانی مرا شنیده باشن، آیا تروریسم و اسلام یکی است؟ من نظر خود در آنجا بیان کردم و نمیخوایم دوباره در اینجا تکرار کنم. بزرگترین تروریست‌های جهان سیاستمداران هستند. سیاستمداران کشورهای مختلف، کشورهای غربی، کشورهای شرقی و کشورهای دیگه. سیاستمدارا کسایی هستند که باعث اتفاقات بزرگ میشن. اکثریت عملاتی که در جهان اتفاق میفته برنامه‌ریزی پشت صحنه سیاستمداران هستند و مثالهای زیادی درباره آن دادم و حالا نمیخوایم یک بار دیگه درباره تروریسم و اسلام گپ بزنم.